داری چیکار میکنی زهرا؟ هیچی بابا، با سیاتیکم گرفته. نکن، این بدترین کاری که داری انجام میدی. خب من چیکار کنم؟ برای آزاد کردن عصب سیاتیک و کاهش اسپاسما این تمرینایی که بهت میگم رو انجام بده. فقط قبلش مرسی که این ویدیو رو لایک کردی. حرکت اول به شکم دراز میکشم، پیشانیمو روی دستام میذارم، پامو میارم بالا و خیلی آروم به سمت چپ و راست حرکتش میدم و یه انقباض ظریف رو توی عضلات باسنم احساس میکنم. حالا کم کم باید روی کمرم کار کنم و به آرومی میام بالا، 10 ثانیه بالا نگه میدارم، دوباره میام پایین استراحت و حالت مینی کبرا رو انجام میدم. حالا اگه کمر دردت شدید نیست، این فشار رو باید یه کوچولو بیشتر کنیم. با کف دست بیایم بالا، 5 ثانیه بمونیم، دوباره میایم پایین استراحت و دوباره بالا تنه به سمت بالا، 5 ثانیه حرکت کبرا میمونم و میام پایین. و حرکت آخر حالا به پشت دراز میکشم و آروم پامو میارم توی شکم. این پست رو حتما بفرست برای اون دوستت که درد سیاتیک اذیتش میکنه.